Ladies and gentlemen, by way of introduction, this is a film about trickery and fraud, about lies. خانم ها آقایان، این قدغن هاست، قدغن های 21 جون از سال 2015. من شهریار قنبری میزبان این ضیافت. این مهمترین تکه برنامه امشب است خانم ها آقایان. F for fake، ت مثل تقلب. به یاد دارید که حامد جان احمدی هم که چند ماهی میهمان ما بود تکی داشت به همین نام، ت مثل تقلب، که برگرفته است از فیلم زیبای عالی جناب اورسون ویلز. دهه 70 اورسون ویلز بزرگ با فیلمی مستند شعر، مستندی شاعرانه به نام F for fake، ت مثل تقلب، از راه رسید. خودش فکر میکرد که به هدف زده است و به نوعی از مستند هنری، مستند اوانگارد رسیده است که برای دراز زمانی فرم دلخواه او در سینما خواهد بود. گمان میکرد که منتقدان و مردم بر او آغوش میگشایند، اما چنین نشد. چرا نشد؟ شاید به این خاطر که پرده قدغنها را پس زده بود. شاید نباید به قلابی ها اشاره می کرد، چرا که جهان انگار جهان قلابی هاست. F for fake با پول ایرانی ها ساخته شده است. مهدی بوشهری، شوهر خواهر پادشاه فقیر ایران که شرکت صنایع و خدمات سینمایی را برپا کرده بود تا با تهیه فیلم های مشترک به نوعی سینما ایران را جهانی کند، تهیه کننده فیلم است. اما این وصلت فرخنده نبود. کسی که میخواست به کمک ایرانیان حقیقت جهان هنر را آزاد کند، خود به دامشان افتاد و در دومین تجربه مشترک که هنوز تا این لحظه، تا 21 جون از سال 2015 تمام نشده است، یعنی 1 ربع قرن پس از مرگ اورسون ویلز تمام نشده است، یعنی فیلم دیگر سوی باد، همه خود را از دست داد. تا جایی که خود در جلسه سینماتک پاریس که خود من هم حضور داشتم، در پاسخ به پرسش دانشجویان مدرسه سینمایی ایدک پاریس گفت: من برای سالها گروگان ایرانی ها بودم. حکایت از این قرار است که انقلاب می شود، فیلم به پایان نمی رسد و رژیم انقلابی فیلم او را به عنوان بخشی از بیت المال توقیف می کند. خود این قصه که در قدغن‌های سالها پیش از این هفته ها آن را با شنوندگانمان در میان گذاشتیم، حکایت غریبی دارد که نمایندگان جمهوری اسلامی راشها را میبینند و به این نتیجه میرسند که کار مزخرفی است، پولمان را پس بدهید. باری برای سالها دعوای میان دو طرف ادامه پیدا میکند تا اینکه سرانجام دادگاه پاریس رأی صادر میکند که اثر به کارگردان تعلق دارد. اما حالا از این پس چگونه و با چه بودجه‌ای استاد میتوانست فیلم را تمام کند؟ خود غمنامه دیگری دارد. تا اینکه سرانجام پس از قرار و مدارهای رنگ برنگ دست از پا درازتر قرار می شود که از یک سایت اینترنتی کمک بگیرند که همینک این کمک های مردمی جریان دارد. صحبت از چیزی شبیه به $1,000,000 پول است، اما تا این لحظه $250,000 بیشتر فراهم نشده است. یعنی
اورسون ولز تا همین لحظه، تا 25 سال پس از مرگش، داره خسارت میپردازه که چرا یک روز سیتیزن کین رو ساخت، چرا یک روز از قدغنها حرف زد. داستان فیلم داستان متقلب هاست، داستان نخستین فیلمی که با ایرانی ها ساخت که مثل تقلب. حکایت دو داستان موازی. یکی حکایت نقاشی است که تابلوی قلابی میکشد به هر سبکی که اراده کنید، از داوینچی تا سالوادور دالی، مانه تا دیگا تا ولاسکز تا رامبران تا ون گوگ، مگریت، پیکاسو، you name it، درست مثل نسخه اصلی میکشد و به دستتان میدهد و با افتخار. پرونده دوم حکایت نویسنده است که یک روز اعلام میکند زندگی نامه هاوارد هیوز معروف را در اختیار دارد، کسی که برای سالها جهان از او بیخبر بوده است. حالا ناگهان جهان با این خبر مهم روبرو می شود که زندگی نامه به قلم خود او قرار است همین روزها منتشر شود، که بعد میفهمیم زندگی نامه هم قلابی است. یعنی یک نویسنده شارلاتان تصمیم گرفته که چنین کتابی بنویسد و منتشر کند. این مقدمه را گفتم تا به این نکته اشاره کنم که تقلب و دزدی هنری فقط در ایران ما خلاصه نمی شود، همه جا حضور دارد، اما یک فقره اینجا یک فقره آنجا، نه به شکل سیستماتیک، نه به شکل هر روزه، که اگر در سرزمینی تقلب و دزدی ادبی هنری شکل بگیرد، فاتحه آن سرزمین خوانده شده است. مخصوی بزرگ، استاد پانتومیم و لالبازی جهان که او را میم مخصو مینامیدند، خالق آن همه پرده شگفت‌انگیز، کار معروفی داشت به نام راه رفتن در باد یا در جهت مخالف باد و مارش کنتر لو وان، که سالها بعد مایکل جکسون، هنرمند صاحب کارنامه آمریکایی، همه این تکه را کپی کرد و جوری وانمود کرد که کار خود اوست. رقص مون واک را که به یاد دارید، کار مایکل جکسون که هنرمند با ارزشی است. اما این اتفاق همه کارنامه او را زیر سوال نمیبرد. مهمتر از همه این است که بیدرنگ دربارش حرف میزنند و مینویسند. جامعه واکنش نشون میده. یعنی جامعه 50 سال صبر نمی کند تا دربارش تصمیم بگیرد. ترانه My Sweet Lord کار جورج هریسون فقط در یک خط ملودی مشابهی دارد با ترانه دیگر، اما از او شکایت میکنند، به دادگاه میروند. قاضی میگوید که بی تردید ناآگاهانه بوده، یعنی بیان که خود بخواهد چون این کرده است، عمدی در کار نبوده است، اما چون شباهت روی داده است و این اتفاق افتاده است، پس باید یکی از 4 عضو مشهورترین گروه همه زمانها The Beatles $500,000 جریمه بپردازد، چرا که کاپی رایت چتر مراقبت از حقوق مؤلفان و مصنفان باز است. جامعه دزدان را تشویق نمی کند. ما در ایران گذشته هم سرانجام به چتری کوچک به شکل یک اسباب بازی به نام قانون حمایت از مؤلفان و مصنفان رسیدیم، اما چون به خانواده میثاق جهانی کاپی رایت وصل نبود، به جایی نرسید. هنوز بی اجازه نویسندگان جهان کارشان را هر جور بخواهیم ترجمه می کنیم. بدتر از همه، حالا به همت یک روشنفکر ایرانی که همه زندگیش را وقف این پروژه بزرگ کرده است،
میبینیم در ایران امروز هستند بسیارانی که بیان که حتی زبان بدانند مترجم شدند و هر یک 15-16 کتاب هم منتشر کردند و آب از آب تکان نخورده است. نه کسی دربارهشان حرفی زده است، نه چیزی نوشته است. جامعه هم که از همه جا بی خبر در نقش مصرف کننده فقط رفته است و کتابها را خریده است، کتابهای قلابی رو، کتابهای بی ارزش رو. چگونه است که چون این کلاهبرداری ادبی پیش می آید و اتفاقی هم نمی افتد؟ وزارت ارشاد که مجوز صادر می کند مگر به این امور نمی پردازد؟ خود ناشر مگر مسئول نیست؟ مگر ویراستار ندارد؟ چرا مترجمانی که کارشان به سرقت رفته است کاری نکردند و با سکوت خود دزدان را حتی تشویق به ادامه دادن کردند؟ اونا رو تشویق کردند. از سوی دیگر نقاشانی داریم که پرده های دیگران جهان را می دزدند و به جشنواره ها می روند، جایزه می گیرند، اما پس از گذشت زمانی با آبروریزی مجبور می شوند جایزه ها را پس بدهند. امروز به لطف یک طرح مهم و فرداساز این جوان ایرانی، افشین پرورش، که با دست خالی، بی هیچ حمایتی، بی هیچ کمکی از این بنیاد و آن بنیاد که ماشاءالله تعدادشون کم هم نیست، هر گوشه از این آمریکا یک بنیاد فرهنگ ایرانی هست، نمیدونم چه میکنن جز پختن آش رشته سالی یک بار. برشک افشین پرورش، روشنفکر ایرانی، بی هیچ حمایتی، با دست خالی به جنگ تقلب و سرقت ادبی هنری در ایران می رود. یعنی ایران فردا را نجات می دهد. یعنی دارد ایران را از خواب قطبی بیدار می کند. همینک افشین پرورش عزیز روی خط قدغن هاست. شب خوش افشین جان. شب خوش آقای قنبری. تو سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز برنامه قدغن ها و تو همکاران خوبتون. در خدمتتون هستم. افشین جان بگو نخست که چه شد که ضرورت این کار رو حس کردی؟ از کجا شروع کردی و چگونه شروع کردی؟ تا اونجا که من میدونم با فیسبوک شروع کردی که همین فیسبوک هم مدام به حمله کردن، هک شدی، اعتراضات قلابی را انداختن، گزارش های قلابی درست کردن، همون کاری که یک بار با خود من هم کردن روی فیسبوک. صفحه فیسبوک شما رو بستند، اما یک تنه جنگیدی و این جنگ رو هر روز بیوقفه با دست خالی ادامه دادی و الان میبینیم که جامعه تکان خورده. من میبینم که BBC هم این خبر مهم رو، این حادثه مهم رو گزارش میکنه، ناگهان از خواب بیدار میشه، میره با چند مترجم صاحب نام گفتگو میکنه. بگو چگونه این ضرورت رو حس کردی و از کجا شروع کردی؟ من بابت تجربه که چه در روزنامه‌نگاری که دانش آموخته این رشته هستم و چه تلاشایی که در عرصه هنر داشتم، به عنوان یک عکاس و مجسمه ساز، ترانه‌سرا بودم مدت کوتاهی البته، و در عرصه نشر هم به عنوان ویراستار مدتی فعالیت داشتم، به خوبی با شرایط فرهنگی و هنری ایران امروز آشنا و خب با دردهای اون. سالها بود که من در ذهن خودم تصور میکردم که بتونم یه بنیادی رو تأسیس بکنم از طریق با همراهی دوستانی که صداقت سلوحه کارشونه، نه جعل نه کپی، با این ساختار فاسد مبارزه کنم. تا اینکه به بسیاری از افراد حقیقی و حقوقی مراجعه کردم، ولی متاسفانه بازخورد خوبی نداشت این مراجعات، به خاطر اینکه مافیای حالا ادبی و هنری حاکم بر ایران اجازه حرکت‌های اینچنینی رو نمیده و اون مافیا کاملا در غرب و همینطور در کشورهای عربی نفوذ کرده، در گالریا، در بیانال‌های مختلف، در اکشن‌های مختلف. این تصورات از ذهنم بود تا اینکه در
فوریه 2014 من بنا رو بر این گذاشتم که خودم از طریق فیسبوک شروع کنم به فراخوانی برای آرتیست ها. از آرتیست ها بخوام فارغ از قضیه مافیا و دور از شرایط سانسور برای من آثارشون رو بفرستن تا من در صفحه‌ای که بعدها به عنوان انجمن هنرمندان زیرزمینی ایران در اول فروردین سال گذشته مارچ 2014 افتتاح شد در فیسبوک، کارها در اونجا منتشر کنم. حاصل 6 ماه فعالیت من معرفی 160 آرتیست اکثرا گمنام بدون هیچ سابقه نمایشگاهی بود، آثاری که به هیچ عنوان چه بابت سانسور چه بابت حضور مافیا راهی به گالری ها پیدا نکرده بود. نخبگانی را در عرصه هنر ایران معرفی کردم و اون صفحه فیسبوک به عنوان یک سورس بسیار مهم و واقعا گرانبها برای هنر ایران تلقی می شد. بعد از 6 ماه 17,000 نفر فن این مجموعه شدند و بازدید کننده های من بالغ بر برای هر پست من بالغ بر 40,000 نفر بود. تا اینکه در اواسط آگوست شروع کردن به تهدیدها یک سری مقالات در سایت های مختلف چاپ شد داخل ایران و همینطور خارج از ایران به تقطیع فعالیت های من و از یه طرف دیگه مافیا شروع کرد به ترساندن آرتیست هایی که در اون مجموعه اثر داشتند. بعد از مدت کوتاهی، یعنی کمتر از یک هفته، من با درخواست حذف آلبوم ها روبرو شدم، چون این بچه های عمدتاً 23-24 ساله رو ترسونده بودن که حاضر نبودن حتی یک روز این آلبوم ها به روی صفحه من باشه. پس بازی برای من تمام شده بود، باید راه دیگری رو انجام میدادم تا بتونم با این ساختار فاسد روبرو بشم، بتونم اینها رو به زانو در بیارم. در همزمان تهدیدهای ارتش سایبری هم بود. هر روز من پیام‌هایی از فیسبوک و جیمیل داشتم مبنی بر تلاش‌هایی بر هک صفحه من. پس ناگهانی روز اول سپتامبر 10 شهریور ماه 2014 من طی بیانیه‌ای اعلام کردم تا به امروز بنابر معرفی نخبگان هنر غیر رسمی ایران را داشتم، ولی از امروز به معرفی هنرمندان رسمی و جائل این مرز و بوم میپردازم که شهره خاص عامند، چه در ایران چه در خارج از ایران. و از آن روز تا به امروز یک به یک از این نامآوران و سلبریتی های جعلی فرو ریختند. در عرصه هنر این بزرگترین فعالیت من بود که توانستم حساسیت و دقت را نه بین فقط مخاطبان که به گالری ها بازگردانم. شرایط رعب‌آوری از همین طریق حاصل شد. دیگه به راحت نمیتونه کسی کار کپی رو به دیوارهای گالری ها بیاویزه. قبلا سابقه این اتفاقات رو داشتیم، به خاطر اینکه آثار جعلی در آکشن لندن شناسایی شد و باعث آبروریزی بزرگی شد که از اون به بعد ایران راهی به حراجی لندن و کشورهای غربی پیدا نمیکنه. برای همین مافیای ایران تصمیم گرفت که در دبی کارش انجام بده و جدیداً که در تهران این بساط رو برپا کرده و داره ادامه میده. از شرایط که به اینجا ختم شد، بعد از 2 ماه در ماه نوامبر حملات ریپورتی و همینطور سایبری برای هک به قدری بالا رفت که فیسبوک صفحه من رو ناگهانی بست. در نوامبر صفحه من که بسته شد، من دیدم باید شرایط دیگری رو برپا کنم. پس صفحه ای از نو بنا کردم و از این به بعد ادبیات رو هم وارد ماجرا کردم. اول به سراغ منتقدین سلبگیر نشریات هنری رفتم، منتقدانی که تا پیش از این برای همین آرتیست های جعلی، برای همین آرتیست های کپیکار، با حمایت مافیا و اساتیدی که خودشون از اعضای مافیا هستند و جیر خود آنها هستند، برای این آثار تبلیغ نامه می نویسند. نشریات هنری ما شده نشریاتی که فقط به بابت سله از طریق این افراد نوشته میشه. پس معرفی این منتقدان جعلی پرداختم و پا گذاشتم به عرصه ادبیات. در عرصه ادبیات چندین مترجم جعلی معرفی شده تا به امروز، مترجمان سارق. نمیدونم آیا فکر می‌کنم درست نباشه اگه بخوام نامشون رو در اینجا ببرم. تصمیم با شما آقای قنبری. به هر حال شما اینا در فیسبوک منتشر کردم. بله. همه میدونند و جائلان میتونند
هر وقت که دوست داشته باشن بیان روی این خطها و بگن که نه این گونه نیست و ما چیزی رو جعل نکردیم، به 10 زبان هم حرف میزنیم. بله. قصه ای که اینجا خیلی لازمه من اشاره کنم به بدو پرداختن من به قضیه منتقدان جعلی، یکی از نشریات مهم و تاثیرگذار هنر ایران، یعنی مجله تندیس در معرض ورشکستگی قرار گرفت. بازخورد عمومی پرونده جعل و کپی آثار و همینطور فاش شدن سلبگیر بودن منتقدان به حدی بود که مردم به دعوت من مبنی بر تحریم این نشریه جواب مثبت دادند. این اتفاق بسیار بزرگی بود که در پیش از فروردین رخ داد و در اولین شماره‌ای که پس از عید منتشر شد ضمن تغییر سردبیری مدیر مسئول نشریه قول داد که شرایط دیگری را در این نشریه برپا کنه، کاملا مخالف شرایط پیشی. در مورد مترجمان قصه کمی متفاوت بود. اول به سراغ آرش نقیبیان رفتم که دوستان اینجا کمک کردن، بابت اینکه من به کتاب داخل ایران دسترسی ندارم. من آثار هنری رو با سرچ و مطالعه مستمر در اینترنت جستجو میکنم و پیگیری میکنم، اصالتشون رو تشخیص میدم یا کپی بودنشون رو. ولی در مورد مبحث کتاب دوستان بسیار کمک کردن. آرش نقیبیان که صاحب انتشارات نشر فرهنگ آرشه و از مترجمان به نام ایران هست، آثاری که در پیش از انقلاب ترجمه شده منتشر شده، در پس از انقلاب در همین سالها به نام ترجمه خودش و با اسم کتاب، با تغییر اسم کتاب فقط همان ترجمه رو به چاپ رسونه، یعنی متن اصلا تغییر نکرده. بعد از اون سراغ کسی باید میرفتم که وقتش بود. بنا رو بر این گذاشته بودم که این سلبریتی بزرگ هنر ادبیات و شعر هنر ایران آقای یغما گلرویی رو در نمایشگاه کتاب از ایشون پرده برداری کنم، از تقلب‌های ایشون. پس گذاشتم روز اول نمایشگاه کتاب که مخصوص ناشران هست رو استراحت دادم. روز دوم که بازدید عمومی هست و ایشون قطعا باید حضور می داشتن برای نمایشگاه، من پرده از جعل‌ها و کپی‌ها و سرقت‌های ایشون در عرصه ترجمه برداشتم. بماند که ایشون این سالها نقش سوپاپ اطمینان رو برای ساختار دولتی ایران بازی میکنه و به نوعی با روابط خاصی که داره یک حاشیه امنیتیه که بسیار خطرناک هم هست. یعنی حالا در آینده خواهیم دید که این خطرها گریبان چه کسانی رو خواهد گرفت. پرده از 16 کتاب جعلی ایشون برداشتم که ایشون ترجمه ها رو سرقت کرده بودند و به نام خود منتشر کرده بودند. ایشون به هیچ عنوان به هیچ زبان زنده دنیا غیر از فارسی تکلم نمی کنند. بازخورد چه بود؟ یغما گلرویی با انتشار پیامی گفت که ارشاد کتاب‌های او را نمایشگاه جمع کرده. دروغ محض. یغما گلرویی از ترس روبرو شدن با مخاطبانی که حالا سرشار از سوال بودند تمام کتاب‌های خودش رو از نمایشگاه کتاب بیرون کشید و به نوعی فراری شد تا به امروز. پاسخی هم داد که همگان خوانده‌اند. من رو به الفاظ بسیار زشت نسبت داد. گذشته از اینها، چرا ما دوچار این وضعیت اسفباریم که چه در هنر، چه ادبیات، چه ترجمه، چه معماری، موسیقی، سینما؟ من الان دوستان بسیار زیادی از ایران با من تماس گرفتن، نمونه هایی از فیلم های مختلف رو فرستادن، ترک های موسیقی مختلف رو، بناهای معماری که در این سالها ساخته شده، طرح‌ها، تمام این عرصه آلوده به جعل و کپی شده. برای ریشه یابی این قضیه باید هزینه داد، باید هزینه کرد. وقت گذاشتم برای آسیب شناسی این جریان. وضعیت اسفباری که امروز شاهد این هستیم آقای قنبری، ریشه هایش رو باید تو انقلاب سیاه فرهنگی جست. وقتی که پس از اخراج اساتید مجرب و با سابقه، بهانه‌های ابلهانه در دانشگاه‌های هنر و علوم انسانی خصوصاً، کرسی استادی بسیاری از دروس خالی موند. وزارت علوم برای اینکه بتونه این ساختار ناقص رو تکمیل کنه، شروع کرد به اعطای یک شبه مدرک لیسانس به دانشجویان متصل به مساجد، کمیته‌های محلی و به قول خودشون بچه‌های مکتبی.
این تنها راه حل بود برای گذر از این فقدان تلخ. امری غیر قابل باور و بی سابقه در تاریخ آموزش عالی جهان. نمونه‌هاش بسیارن. استاد ناصر پلنگی ایشون ترم 4 رشته نقاشی دانشگاه هنرهای زیبا بودن که انقلاب فرهنگی رخ داد. پس از 2 سال زمانی که دانشگاه‌ها افتتاح شدند، در همون ابتدای سال تحصیلی به ایشون مدرک لیسانس اعطا شد و ایشون از اون به بعد دانشجویان سال اول رو شروع به تدریس کردن. این یک نمونه بود. اساتیدی همچون ادهم زرقان، مجید سرسنگی، مافیای تئاتر ایران پدرخوانده‌اش ایشون هستند و الان مدیر خانه هنرمندان هستند. سعید کشم‌فلاح، علی مرادخانی، معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مدیر موزه موسیقی و مدیر دفتر موسیقی سابق وزارت ارشاد، ایشون هم همینطور. ایشون دیپلمه هستند. مدرک لیسانس روانشناسی به ایشون اهدا شد تنها به دلیل اینکه توانایی خوانش قرآن دارن، در مساجد قرآن میخوندن. به ایشون مدیر دفتر موسیقی رو دادن و الان هم معاونت هنری هستند. دکتر محمود خاتمی باعث سرفکندگی تاریخ فلسفه ایران هستند. تنها استاد تمام در گروه فلسفه دانشگاه تهران. ایشون مدیر دپارتمان فلسفه دانشگاه تهران هم هستند. تمام مدارک ایشون جعلی شناخته شد. تمام کتب منتشره ایشون در انگلستان سرقتی و کپی تشخیص داده شد. پایان نامه فوق لیسانس، دکترا، فوق دکترای ایشون، سمت پروفسوری از ایشون برگردونده شد و دانشگاه و همینطور انتشارات‌های مختلف و نشریاتی که مقالات علمی ایشون رو منتشر کرده بودند در سراسر دنیا عذرخواهی کردند، ولی کماکان ایشون بر همون سمت پابرجا مونده. امثال دکتر حسین کلباسی اشتری، استاد گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی، دکتر پریسا شاد قزوینی، امپراتور دانشگاه الزهرا و عضو هیئت علمی، ایشون هم که همانند ناصر پلنگی دانشجوی دوره لیسانس دانشگاه هنرهای زیبا بود، ناگهانی پس از انقلاب فرهنگی 1 ساله مقطع فوق لیسانسش گذروند و به آلمان رفت و سالها مشخص نیستشون در آلمان کارشون چی بود که الان به نوعی به عنوان رئیس دستسایه‌ای دانشگاه الزهرا فعالیت میکنه. این ساختار مریضی که اساتید جعلی، اساتید یک شبه بر اون حاکم شدن، دلیل این باعث و بانی این شده که اینها شروع کنن به جعل و کپی رو پرورش دادن. شیوه رفتاری خودشون رو، این پرش‌های یک شبه رو به دانشجویان خودشون ترویج کردن، بخاطر اینکه اصلا چیزی برای آموزش در چنته نداشتن که آموزش بدن. دقیقاً. پس تقلب و جعل رو به این سیستم آموزشی تزریق کردن. به نظر من سیستم آموزش عالی ما و کسانی که اون زمان در این سیستم فعالیت میکردن، حالا به نوعی میخواستن خدمت کنند ولی خیانتی بزرگ در حق آینده این مرزبون مرتکب شدند. خیانتی که خیلی زود سبب افول روحیه دانش‌پژوهی و رواج مدرک‌گرایی شده. شرایط رو به جایی رسوند آقای قنبری که امروز خرید پایان‌نامه‌های کپی و اخذ مدرک جعلی اصلا این مسئله پیش پا افتاده است. شما با 3 میلیون تومان مثلا میتونید با $1000 میتونید به لیسانس بگیرید. مثلا اونم نتیجهش دیگه. نتیجهش می‌بینیم دیگه. دقیقاً. وقتی جامعه هنری ما، جامعه علوم انسانی ما، جامعه معماری ما و رشته‌های مهندسی فنی ما، همینطور من لیست قیمت‌ها رو دارم از پایان‌نامه‌های مختلف و تمام رشته‌ها، حتی رشته‌های پزشکی هم قیمت دادن پایان‌نامه‌هاشون برای خرید. وقتی چون این سیستم آموزشی مفلوک و به بنبست رسیده‌ای توسط این اساتید یک شبه و جعلی کماکان داره ادامه پیدا می‌کنه، مسلماً این تخلف‌های متعدد هم رخ خواهد داد. هنرمندان جعلی امروز نتیجه آموزه‌های همین اساتید دغل‌کارند آقای قنبری. دقیقاً. نویسندگان، مترجمان که سارقند، در اصلا مترجمند در نویسنده، نتیجه همین مدیران فرهنگی هنری فاسدند، همین اساتید سیاهکار جعلی اند. من تصمیم گرفتم با وجود تمام مخالفت‌هایی که با من شد و در جریان هستید، 2 بار صفحه فیسبوک من از بین رفت، هک شدم، تهدید به قتل شدم، خانواده‌ام تهدید شد در این میان، تصمیم گرفتم که کوتاه نیام. بالاخره باید جلوی قانون شکنی این جماعت ایستاد. درود بر شیریا، پیگیری‌های تک تک این تخلف‌ها و کوس رسوایی این دغل‌کاران باید دمید آقای قنبری. درود بر تو. نمیشه.
درود بر تو، درود بر تو انسان شریف، درود بر تو. زنده باشید. همیشه جنبش ها رو 1000 نفر و 1,000,000 نفر به راه ننداختن. همیشه یک مکمورفی بوده که اون روز هم باهات صحبت کردم. بله بله. در همون شاهکار زیبای میلوش فورمن One Flew Over the Cuckoo's Nest همیشه یک مکمورفی لازمه که جهانی رو زیر و زبر بکنه و تو مکمورفی این راهی و من به سهم خودم به تو تبریک میگم، در برابرت به پا میخیزم و از مردم تقاضا میکنم که به تو یاری برسونند. تو با دست تنها، با دست خالی داری می جنگی با یک ماشین وحشت، با یک ماشین سیاه‌روی، با ماشینی که امروز و فردای ما رو سیاه کرده. تو داری به تنهایی می جنگی، بی هیچ حمایتی، بی هیچ پشتیبانی، بی هیچ بنیادی. مردم شریف ایران، مردم هوشیار ایران، بیداران ایران باید به تو کمک برسونن. بنابراین همینجا ازت خواهش میکنم یک نشانی به ما بده برای کسانی که میخوان دست به سمت تو دراز کنن. واقعیت نمیدونم چی بگم. من تا به امروز به این شرایط فکر نمی کردم. شرایط من، یعنی تلاش من مبنی بر این بود که بتونم شرایطی رو ایجاد کنم که ناامن کنم شرایط موجود ایران رو بر این افراد، چون که پاشنه آشیل این افراد رو کپی رایت دونستم. دقیقاً همینه. بعد این هم پافشاری کردم. اتفاقاتی که این روزها افتاده و پیگیری هایی که مردم دارن میکنن، بازخورد عمومی بسیار مثبتی که رخ داده، فوق‌العاده از شما شاهد هستید و من دقیقاً شاهدم. بسیار بسیار امیدوار کننده است. واکنش جوانها، واکنش مردم بسیار امیدوار کننده است و این میوه کاری است که تو کردی و به تبریک میگم. بله ممنونم. من آدرس فیسبوک و اینستاگرام من که هست، من نمیدونم چه آدرس دیگه ای باید خدمتتون هست. همونا رو بده. بله، فیسبوک من که هست facebook.com/parvarishafshin. اصلا اسم من رو هم به عنوان افشین پرورش اگه سرچ کنن راحت میتونن پیدا کنن. همونجوری می نویسیم که تلفظ میکنی دیگه. بله، افشین پرورش. بله. اینستاگرام هم هست افشین_پرورش. من دوباره تکرار میکنم، افشین رو تنها نگذاریم خانم ها آقایان. افشین داره کار مهمی میکنه، شاید مهمترین کار برای فردای ایران، برای اینکه ما از این مسیر باید رد بشیم. این سیاوش از این آتش باید رد بشه. 35-6 ساله که در بر همین پاشنه میچرخه. وقت شما با نبض حیات یک ملت طرفید. ما داریم از فرهنگ حرف میزنیم، از ادب، از هنر حرف میزنیم. اصلا فکر نمی کردیم که اینجا تبدیل بشه به چنین لانه افعی ها. ما برای این کارا زحمت کشیدیم. چه آدم های زندگی و هستیشون رو در این راه گذاشتند. این میراث دهخدا هاست، هدایت هاست که به ما سپرده شده و شرم بر همه اونها که بازیگران این سیرک وحشتناکند. چون به هر حال این سیرک دیر یا زود به آخر میرسه. من تردید ندارم که این صحنه آخره، این پرده آخره. به همین خاطر تا رسوایی کامل باید این حرکت ادامه پیدا کنه. این نقاب ها یکی پس از دیگری باید فرو بیفتند، برای اینکه مسئله فردای بچه های ما در میانه. بچه های ما قرار نیست مثل ما این فاجعه رو تجربه کنند. اصلا چنین قراری نیست.
اگر سخنی نداری تو رو می سپارم به خدای شعر و شعور و امیدوارم که در اولین فرصت باز دوباره به قدغن‌ها بیای حتما آقای و قنبری. به ما ممنون بگی ازت. که چه اتفاقی افتاده. حتما آقای یعنی قنبری. دوست دارم مدام گزارش کنی به ما. تلاشم با میکنم، چرا که زمان داره بیرحمانه و با سرعت میگذره. واقعا چیزی نمونده. اونطور که من میبینم این نمادهای، این ساختار کج انقلاب فرهنگی بر سرمون آوار بشه. باید کاری کنیم که نمادهای فرهنگیمون سرشار از دروغ و تقلب نشه. با این شرایط تا اون روز که ما ایرانیان بی‌آبروترین مردم جهان بشیم فاصله ای نمونده. این هراس منه و من برای این دارم میجنگم. درود بر ممنون از لطفتون. شب خوبی داشته باشید. درود بر تو نازنین. زنده باشید. برات روز و شب خوشی آرزو میکنم. سبز و آفتابی باشید. افشین عزیز. خانم آقایان، افشین پرورش رو شنیدید. میهمان عزیز و شریف قدغن‌ها. خانم ها آقایان، جو کاکر رو شنیدید. پیش از او مارک نوفلر زیبا رو شنیدید از تازه ترین آلبومش. گفتم که بی بی سی هم به سراغ بزرگان رفته. یکی از این بزرگان ابراهیم گلستانه که سالها پیش به کار ترجمه هم دست زده. ترجمه های خوبی از او هست. او میگه که مترجم باید زبان فارسی را به درستی بداند، باید زبانی را هم که از آن ترجمه میکند بداند. به همین سادگی وقتی کسی این دو سو را نمیداند اصلا بیخود میکند این کار را میکند، برود کار دیگری گیر بیاورد. بنابراین رشته‌ای به نام بازسرایی نداریم خانم و آقایان. این نام دیگری است برای کپی کردن کار دیگری، برای سرقت کار دیگران. مترجم کسی است که هر دو زبان را میداند به خوبی. بعد حالا وارد سبک نویسنده میشیم. میبینید که بیرون از ایران مثلا هر مترجمی مارکس ترجمه نمیکنه، هر مترجمی فدریکو گارسیا لورکا ترجمه نمیکنه. در زبان فرانسوی فقط یکی دو متخصص لورکا هستند که همیشه اونها کار لورکا رو ترجمه میکنن، برای اینکه سبک نویسنده رو به خوبی رعایت میکنند. گلستان درباره ترجمه میگه جدا از اینکه باید هر دو زبان را بدانی، باید سبک نویسنده را هم رعایت کنی. نخست بشناسی و بعد معادلش را در زبان مقصد بیابی. بعد به یکی از کارهای خودش اشاره میکنه، میگوید مهر هفتم را من به پارسی برگرداندم آنگونه که خود اینگمار برگمن نوشته است. دیدم بابایی مهر هفتم را سگماهی هفتم ترجمه کرده است. بعد خود من به یاد سیروس تاهباز افتادم که چشمراه گدو رو چشمراه خودو ترجمه کرده بود، بیان که بداند. خود بکت میگوید نمیدانم گدو کیست، یعنی خدا نیست که حالا بخوایم ترکیب تازه اختراع کنیم به نام خودو. یعنی دقیقا تو رو پرت میکنه به یک سیاره دیگه. بعد از دیروز حرف میزنه گلستان، از کاروزو مشاور فرنگی سفارت ایتالیا در تهران سخن میگه و اینکه اون روزها به همراه همسرش کمدی الهی دانته رو برای شجاعالدین شفا ترجمه میکنند و دیکته میکردند و آقای شفا را به اسم خود که ادعا میکرد از ایتالیایی شخصا برگردانده است منتشر کرده است. بعد خب آدم به یاد جلال احمد میفته، بیگانه کموی وقت برگشته، به تقریر علی اصغر خبرزاده و تحریر جلال احمد. یعنی این فساد از اون روزگار شروع شده. میگوید شما اینو گلستان میگه ترجمه های شفا، چه نسخه های شاعرانه لامارتین و چه برفای کلیمانجاروی همینگوی را بخوانید
و از عمق بی اطلاعی و جرأت این مشاور مطبوعاتی دربار شاخ در بیاورید. اینجور آدم‌ها کم نبودند که کاش در برابرشان آدم‌هایی بودند که شعور و رسم شرافت ادبی را در ایران اینجوری خراب نمی‌کردند. درباره رعایت سبک نویسنده هم که میگوید سبک یک نویسنده هویت کار اوست. ترجمه ها هر چقدر هم که درست باشند باز هم آن ریتم و زیبایی متن اصلی را ندارند. ترجمه چیزی نیست که امکان پذیر باشد. یک ضرب المثل فرنگی هست که میگوید ترجمه یعنی خیانت. تازه در بهترین شکلش، نه در نوع دزدیش. افشین پرورش از دزدها با ما سخن گفت. خانم ها، آقایان، چراغ ضیافت قدغن‌های مهم امشب رو، قدغن‌های 21 جون از سال 2015 رو در اینجا خاموش میکنیم. این ضیافت به لطف حضور آفتابی این عزیزان میسر شد. آتمار لیبرت، عبدی یمینی برای تنظیم ترانه دوباره در مهرآباد، فهیمه واحدی همراه نمایش‌های قدغن‌ها، سر پال مکارتنی Letting Go، مارک نوفلر Why I Man، و در کنار جو کاکر Fire It Up و میهمان با ارزش برنامه امشب افشین پرورش. مثل همیشه در کنار فرزام گل کارگردان فنی برنامه. تا فرصتی دیگر، تا قدغن‌های بهتر، سبز باشید، سبز و آفتابی در آرامش اقیانوس آرام جنوب کالیفرنیا. من این برنامه را نوشتم و اجرا کردم. اسم من شهریار قنبری. سبز باشید، سبز و آفتابی. چاو. برای خواب تازه، اجازه بی اجازه